در مرکز ناحیه لخ جشن تاریخی و قدیمی صدا بشکو شاخومت خوسا تجلیل کرده شد. این است که این جشن اجدادی در برابر نوروز خجسته‌پای و مهرگان در دوره صاحب استقلالی مملکت از نو احیا گردیده، صدا نیز همچون آیین نیوگان با نتیجه‌گیری از دستاوردهای مرد دهقان و موسم آمادگی به کشت کار بهاری در سراسر مملکت تجلیل کرده می شود. صدا به مانند نوروز و مهرگان تجسمگر سنت‌های نیک انسانی است که فیض و برکت خون پرنعمت کشاورزان را انعکاس می‌نماید. از این خاطر عنعنه و رسم و آیین‌ها و فرهنگ غنی مردم تاجیک که از قدیم الایام به زمین سر و کار داشتند و صاحب مدنیت بلند زمینداری بودند تا امروز زنده باقی مانده است و همچون جزء ترکیبی تمدن عمومی بشری برای انسانیت خدمت می‌نمایند. سال گذشته برای کشاورزان ناحیه لخ سال بابرار بود. در این سال گذشته کشاورزان استحصال کارتوشکا را به 90,028 تن رساندند. از این حاصل کارتوشکا برای تخمی سال 2023 در خواجگی‌های دهقانی و خواجگی‌های جمعی با مقدار 14,350 تن ذخیره نمودند. تصمیم گرفتند که خواجگیداران ناحیه لخ در این سال خوب مهنت نموده، میدان کشت کارتوشکا را زیاد نموده، بهره غنی گرداندن بازارهای جمهوری حصه ارزنده خودشان را گذارند. عید صدا در پایان چیله کلان زمستان چون رمز گذشتن سردی‌ها عادتا مژده از نزدیک رسیدن بهار می‌آورد. صدا ماهیتش پیروزی روشنایی را بر تاریکی افاده نموده، با تنتنه‌های آتش فروزی آمدن نرمی و گرمی و مژده نوروز را می‌رسانند. جشن صدا در مسیر تاریخ جایگاه خاص دارد. از روزی که مرکز خدمت رسانی در ناحیه لخ تأسیس یافته شده است، با گردش مالیوی لیزینگی 18 تراکتور وارد کرده شده است. از آن جمله با مرکز تکنیک‌های تراکتور و تجهیزات بسیار داریم. ما حرکت میکنیم که در روز نزدیکتر تا کشت کاری بهاری را یک چند تکنیک وارد کنیم که مشکلی دهقان آسان‌تر شود. کشاورزان ناحیه گوشه‌های خاص محصولات دهقانی، هنرهای مردمی و استحصال دستی را تشکیل کرده نشاط و خرسندی نمودند. در آخر اهل هنر، صنعت و برنامه جالب و دیدنی فرهنگی و فراغتی برآمد نموده خاطر حاضرین را شاد نمودند.